عليكم أختي العزيزة بتول. سلام عليكم. شلونك؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله. زينة؟ زينة. الحمد لله. ياكو ماكو؟ شكرا لله. شكرا لله. من شيء شكرا لله. ياكو أشو ماكو؟ أشو ماكو. من هستم. أنا موجود. أنت ماكو. الحمد لله خوبم. بوبي. زينة. الحمد لله. عساك دائما زينة. عساك دائما بخير. خب. مثلا أنا مثلا أزيك بده بشمر بعراقي شمش الآن. واحد، اثنين، هاي ثلاثة، أربعة، خمسة، آه، آه، ستة، بالي. سبعة، تسعة، 7 8 هفت هشت. سبعة، ثمانية، تسعة، بالي. عشر. عشر. 9 10 9 10. عشرة. بالي كاملا عشرة. درست. افرين افرين. بسیار عالی. خب مثلا من میخوام بگم سیب زمینی باید چی بگم؟ أريد اريد. أريد بوتيتا. افرین اريد مثلا من بوتيتا. سيب زمینی میخوام. سیب زمینی میخوام. خب غیر بوتيتا چی داریم؟ غیر سیب زمینی. طماطم. طماطم یعنی چی؟ طماطم یعنی گوجه فرنگی. افرین. دیگه چی داریم؟ ام، مثلا تفاحات. میشه سیب. جزر. هویج. ليه؟ مثلا میگی من مثلا میگی من چند کیلو چیز میخوام. 5 کیلو مثلا سیب میخوام. مثلا میگیم أريد تفاحات. نه، أريد 5 تفاحات. كامل ندرس. افرين. عالي عالي عالي. اريد 5 تفاحات. يعني شي شو الان اريد 5 تفاحات؟ یعنی من 5 کیلو سیب میخوام. لا فقط عدد. كنا قفتي اريد 5 كيلوات تفاح. چند. آره فقط کیلو. عدد. بالي. باید میگفتم کیلو. 5 افرین. تا سیب میخوام. آره. كاملا درسته. بالي. خب برای هندوانه چی میشه؟ هندوانه. أريد مثلا 8 كيلو رقيات. افرین. اريد 8 من كيلوات رقي. من 8 كيلوات رقي. اريد 8 كيلوات رقي. من كيلوات رقيات. افرین. رقي. رقي يعني چیه؟ هندوانه. هندوانه. افرین. خب مثلا اگر میخوایلان بره به بازار برای خرید فرش باید کار کنید؟ باید چی بگید؟ میگیم أني أريد للسوق على انا اريد اروح. هم برم. أن هم برم. أريد أروح. آره أروح للسوق على مود اشتري افرین. انا مود اشتري. فراش. من ادرس. عالي عالي. انا اريد اروح للسوق على مود اشتري فراش. افرین. خیلی عالی. خب سلامت باشی. اگر میخوای الان با دخترتون حرف بزنید باید چی کار کنید؟ باید چی بگید الان با دخترتون؟ مثلا بهش بگو مثلا دختر عشقم یا هر چی. دخترم. دختر میگیم بنتی حبیبتی. افرین. بنتی حبیبتی. زینه. عالی. زینه. شلونك. شكو افر. ماكو. افرین. عشو ماكو وينك. عالی. خیلی عالی. خب يعني بفارسی چی گفتی الان؟ گفتم سلام دختر عشقم. علی. حالت چطوره؟ خوبی؟ کجایی؟ چرا نیستی؟ چرا نمیای؟ عالی. بهت خیلی افتخار میکنم. خیلی سلامت باش. بسیار عالی.
بسیار عالی خواهر عزیزم، بسیار عالی به ترجمه، خیلی عالی. خب مثلا اگر رابطه مثلا پدر بزرگتون پدر بزرگشون میخوای الان راجع به ایشون صحبت کنید، باید چی بگید؟ هر چی بزنید میاد به لهجه عراقی. پدر بزرگم آره پدر بزرگم آنی آنی پدر بزرگم جدی آني جدي جدي للبيت نه اینجوری نمیشه. آمد چی میشه؟ آمد اجه، اومد اجه. آه آني جدي اجاب للبيت. عالی عالی. آنی جدی اجه للبيت، خیلی خیلی عالی. خب به فارسی چی میشه الان آنی جدی اجه للبيت؟ پدر بزرگ من به خانه ما آمد. عالی، یا من کاملا آمد. درسته، آفرین آفرین. خب اگر مثلا جده تو بود با مخاطب مؤنث، باید چی بگید؟ مثلا راجب آنی احوال جدی پدر بزرگشون. خب الان بپرس. آها جدي شلونك؟ جدش جدك جدی یعنی شلونك؟ پدر بزرگم، جدش یعنی آره پدر بزرگ تو ما برای مخاطب جدي مؤنث. شلونك؟ جدش شلونه، جدش شلونه. زين. آفرین. چه کار میکنن میشه چی؟ چی سوی، چی سوی، چی سوی؟ آها چی سوی. زين چی سوی؟ آفرین. شکو ماکو. عالی عالی، خیلی عالی. دیگه چیزی بزنم نمیرسه، شما بگی. خیلی عالی. خب تا الان چند جمله ساختی؟ مثلا از جملات که نمیدونم. ساختی مثلا آها برای ما مثلا باش الان زیاد ساختم، الان میگم. خیلی عالی. نوشتم هذه أختي تريد اشتري أجلاس تريد رخيص. تريد تشتري قلاص رخيص. دوباره بگو. آره چی نوشتی؟ هذه أختي تريد اشتري أجلاس رخيص. عالی، یعنی چی به فارسی چی میشه؟ یعنی خواهرم میخواد یک لیوان گرون نه رخیص. نه ارزون بخره. ارزون آفرین، ارزون بخره، درسته. عالی عالی معنیش عالی. ننوشتم، برای همین اشتباه گفتم. کاملا هذه درست. أختي تريد تشتري أجلاس غالي. احسنت. یعنی چیه؟ یعنی خواهرم میخواد یک لیوان گران بخره. آفرین آفرین. خب دیگه چی ساختی؟ دیگه هذه الثوب غالي. یعنی چیه؟ یعنی این لباس گران است. درسته. خب هذه أجلاس رخيص. هذا قلاص رخيص، بله. یعنی چیه؟ این لیوان گران است. نه رخیص این است برعکس گیرون. رخیص برعکس گیرون، ارزون این میشه. لیوان ارزان است. ببخشید اشتباه رخیص یعنی ارزون، ارزان است. گیرون نیست. آره اگر گفتی غالی، آره غالی میشه هذه گیرون. أخوي تريد تشتري أجلاس غالي. هذه اختی. اگر گفتی نه أخوي. اخوی باید بگید هذا اخوی. ها نوشتم هذا ولی اینجوری خونده. اینجوری خونده. هذا أخوي تريد تشتري أجلاس غالي. نه تريد، يريد. هذا اخوي يريد يريد، هذا اخوي يريد آها يشتري قلاص. خب ارزون آها یا گیرون؟ آها برادرم میخواد این لیوان گران بخرد. بس باید بگید غالی، قلاص غالی. نوشتم غالی. کاملا درسته، درست نوشتی، بله. خیلی عالی. دیگه چی اینم هست؟ نوشتم بله. اريد لون اخضر. احسنت. رنگ سبز میخوام. عالی، خیلی عالی، بسیار عالی. دوست دارم میشه چی؟ احب، دوست دارم. احب. احب.
أريد لون أخضر أحب. يا أريد أحب لون أخضر. احب لون اخضر. يا مثلا اريد أحب لون اشتري أخضر. لون اخضر احبه. أها. طب دقيقة شو ساختي؟ أريد لون أخضر أحبه. افرين، اريد لون اخضر احبه. دقيقة شو هست؟ دیگه تفضلی أختي العزیز. شو فرمودي؟ خواهر عزیزم، بفرمایید خواهر عزیزم. بفرمو. بله. تفضلي اختي العزيزة. تفضلي اختي آها. العزيزة. بفرمایید خواهر عزیزم. تفضلي اختي العزيزة. بفرمایید للبیت. تفضلي للبيت. آها. للبیت. نه شرمه. نه نوشته. میخوام بگم بیا خونه ما، بیا خونه ما. بیا يعني تعال. بیا تعال. بیا میشه. بیا تعال. تعال تعال برای چی؟ برای مخاطب. تفضل أختي برای مخاطبة. العزيزة. بله برای مخاطبة تعال. مؤنث. اختي العزيزة تعالي للبيت. أختي العزيزة تعالي بيت. تعالي للبيت. الان درسته. تعالي للبيت. بيت. للبيت. دیگه جهز. خب اینو نوشتم. عالی. کار خوبی کردی. خیلی خیلی عالی. بهت خیلی افتخار میکنم خواهر عزیزم. خیلی افتخار میکنم. سلامت باشی. دست گلت درد نکنه. خیلی خب عالی بود. خیلی سلامت عالی بود. باشی. زنده باشی. یه جمله دیگه بگم. بله حتما. بفرما. هذه بنتي آزاده ترو للسوق. عالی. یعنی چیه؟ دخترم آزاده داره به بازار میره. دقیقا، ولی بشكل دقیق تر هذه چون از هذه استفاده کردی یعنی این. هذه یعنی این. یعنی این دختره. این. آها. این بشكل دقیق تر چون از لفظ هذه استفاده کردی داخل این جمله. این دخترم آزاده داره به بازار میره. کاملا درسته. هم درست گفتی. بله بشكل دقیق تر گفتی. تر عالی. دیگه چی ساختی؟ هذه نه بنتي العزيزة. شلونك عمك. شلون عمك؟ یعنی عموی. شلون عمك. عموی تو چطوره؟ شلون عمك یعنی درست. عموی تو چطوره؟ چون چی وقتی میخوای از چی استفاده کنید یعنی برای چی؟ برای مخاطبه مفرد مؤنث. شلون عمك. خب الان این من ازش پرسیدم دخترم عموی تو چطوره. عموی تو چطوره. اینجوری پرسیدم. بله دقیقا. عمك شلونه؟ بنت العزيزة عمك شلونه؟ اللي میشه. خب بازا بنویسمش. بفرما. بنتي العزيزة بنتي عمك شلونه؟ العزيزة عمك بله عمك شلونك. شلونه؟ شلونه. 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 نوشت. بله. دیگه چه هست؟ دیگه یه جمله دیگه بسازم. بفرما. بعضی جملاتی که نوشتم بله. معنیشون ننوشتم. خب مثلا أريد أروح ويا حفيدك نشتري تفاحات. عالی. تفاح. خب یواش یواش باید بدونید یه لفظ خب الان ارید چی میشه؟ ارید. أريد میشه میخوام. درسته. اروح چیه؟ برم. کاملا درسته. بعدی اروح چی نوشتی؟ دیه. ویه. یعنی با. دیه. با. با.
ويا يعني با. خب آره با ويا كي دقيقا. حفیدت خب حفيد يعني چه؟ بدون تشي يعني حفيدك میشه يعني نوه، میشه نوه. نبي افرین. نوه چون الان حفيد باضافه چه؟ حفيدك. خب حفيدك چی شد الان؟ نبه میشه چه؟ دختر تو، نوه نب... دختر تو. نبه دختر تو. درسته میشه. آره حفید. آره. خب کجا باید برید الان؟ نشتری للسوق. روح للسوق. بریم بازار. بریم بازار. خب باید چیکار کنین؟ نشتری للسوق تفاح. خب باید چیکار کنین الان؟ میخوایم بریم بازار. سیب بخرین. با نوه دخترتون میخوام برم بازار سیب بخرم. سیب بخرین. کاملا درسته. اینجوری شد. آفرین. دیدی؟ خیلی آسونه. خیلی آسونه و خیلی قشنگه. کارت خیلی عالی بود. من بهت خیلی افتخار میکنم خواهر عزیزم. سلامت باش. و ازت خیلی ممنونم و خیلی بهت خیلی افتخار میکنم. زنده باشی. باش ممنونم میکنم. ازت. ممنون ازت. سلامت باش. خیلی ممنون. خیلی ممنون. کافیه؟ بله.